خب دوستان، یه جایی اومدیم، یه راهی رو زدن از اینجا. این تپه هستش، دیوارهای تپه هست و اینم بخشی از دیوارهای تپه هست. خب یعنی یه حالتی بوده اینجوری، حالا انشالله که توی دوربین دیده بشه. اومده اینجا و ما اینا اومدن از وسط یه راه زدن. خب از وسط اینجا یه راه زدن. حالا دلیلش هم این رو فکر میکنن حالا یه توپوله مانندی که راه نباید از اینجا میومده ها، یعنی باید از اون ورتر میومده. ولی اینا دوستان حالا خواستن مثلا این تپه رو همینجوری چیز کنن، ببینن مثلا وسطش چیزی هست یا نه. دوستان در یه همچین تپه‌ای که یه همچین ارتفاعی دارن، ببینید انشالله که توی دوربین بیفته دیگه. امیدوارم که توی دوربین پیشونی من بیفته به این ارتفاع رو. ارتفاعش مثلا 2.5 متر 3 متره، اینم این ورشه 2.5 متر 3 متره. خب حالا بازم میخوام، چون خیلی مهمه، یه همچین تپه‌ای هستش دیگه، وسط این چیزی نیست که زیرشه. یه چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم. خب